استاد، مهمترین ویژگی که عقل انسان از دیگر زنده جانها تفکیک میکنه چی است؟ از همه اول عقل انسان میتونه گذشته، حال و آینده را همزمان حس و درک بکنه صالح جان. بنابراین خوشبختی را تنها با برقراری تعادل و اطمینان در بین سه بعد میتونه به دست بیاره. انسان چگونه میتونه سه بعد زمان با هم متناسب درک کنه؟ اینطور فکر کو که مثلا چند تا جوان در یک میدان سرگرم رقص و پایکوبی و ساعتیری هستند. ما هم تماشاگر هستیم. خونشان به جوش میآید، به اوج لذت میرسن و هر کس اسیر یک کشش و جذابیت خاص میگرده و از خود بی خود میشه. یعنی گویا که عقل خود از دست میتن؟ بله. حال و انسانا را یک یک جدا کنیم و به شکل به 40 الی 50 سال بعد ببریمشان. اکثریتشان نیرو و توان خود به تحلیل رفته خود دیدن. بعضیا هم جذابیت چهره‌های خود از دست میتن. عده هم از دست مریضی و به فراموشی سپرده شدن آه و ناله میکنن. در اصل عقل انسان از ویژگی تحلیل و تجزیه چنین چیز برخوردار است. اگر انسان‌ها در حالت کنونی از عقل خود کار بگیرن، در گذشته، حال و آینده به وجه احسن میتونن زندگی کنن صالح. پس در این صورت با آینده باید سفر کرد. اگر بتانی ارزش حالت فعلی را بهتر درک میکنی، به این ترتیب از نابسامانی‌ها و خطرات احتمالی آیندام در امان میباشی. پس به خاطر انجام دادن تحلیل و تجزیه دروازه هایی که در مقابل عقل قرار دارند باید باز کرد. بله، واز کو دروازه ها را. واز کو که انسان ها گمراه نشن. استاد، من یک عاجز و بیچاره هستم. همت لازم است که دست به کار شوم. تو اول کوشش کو، همت خودش از دنبالت میآید. جواب به تو تلفونه. 3 روز است که زنگ میزنم. اشرف، هنوز استراحت نکردی؟ اشرف، 1 هفته میشه که یک کلمه گپ نزدی. مشکل چی است؟ بگو بلیاز خدا. هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه سیمین. حالا تو برو استراحت کن. پدر، شما امروز رخصت هستین؟ مریض خونه هستین؟ پدر، سرکار نرفتین؟ بچیم، هر دوتون بسیار تواناستین. شما را بسیار دوست دارم و به شما اعتماد دارم. اشرف، باز چی گپ شده سرت؟ هیچ چیز نه. حالا شما برین طرف مکتبتان. ما هم چند دقیقه بعد میرم. خداحافظ پدر. بچم، بله کاکا. به من کمک میکنی؟ میخوایم از سرک تیر شوم. چرا نه؟ این آمدم.
سرخ و سبز دیگه فرق کردن نمیتونم. پیری و زهیریست دیگه. راست میگین. بله. اینت حیث شدیم. خداوند تو را خیر بده بچم. در پناه خود داشته باشی. زنده باشن کاکا، شما را همچنان. خدایا یکی باشه. نیک آخر ما را پیدا کردن. چطور؟ بفرمایید. بله مستم. درست است. چند دقیقه بعد خودم میرسم. هر نیکی یک صدقه محسوب میشه ساله. میگن که صدقه بلا و مصیبت دفع میکنن. ایره دیگر رقم هم تعبیر میکنن. بلا و مصیبت خو آمدنی هست اما آسیب رساندن نمیتونه. منظور از دیگه چی است استاد؟ مثل که انسان زره پوشیده باشه اگر مرمی بخوره برش آسیب نمیرسه ساله جان. خوش آمدین. بفرمایین. خوش آمدین جناب پلیس. مراد کجاست؟ ما میخواستم این از شما پرسان کنم که مراد کجاست؟ مراد نیست. رفته. گریخته. یک آدم سرمایه‌دار و مشهور گم است. خب اما چرا گریخته؟ از خاطر قرضایش خود گم و گر کرده مامور صاحب. ببینم که ضامنش کی بوده. اینجا خو اشرف نوشته است. یعنی خودت هستی مامور صاحب. این سندا را به عنوان ضامن امضا کردی؟ بله امضا کرده بودم چون مراد دوست دوران طفولیتم است. خبر نبودم که چی کار میکنه. یک دو چای خوردن رفته بودیم. برام گفت اینا را امضا کو. ما به خاطر رفاقتی کار کردم. اما قبل از امضا کردن باید خوب فکر میکردی. حالا که اونه سی پیسه تو میتی تو باید بتی. چی؟ 150,000. تو چرا قهمق هستی؟ آدم اول میخونه باز امضا میکنه. بله 150,000 این پیسه را باید بتی. اگر نه خانه تسبیشت میگیریم، خانواده تا ازت میگیریم، اگر لازم باشه جانت هم میگیریم. نکنه میخوایی که عکسایت با عناوین درشت در روزنامه ها به نام پلیس رشوتخور چاپ شود. چطور؟ دایر نمودید فعلا در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. آخ مرا تباه کردی. مال چی خواد کردم؟ میگن خانه تا میگیری، میگن اولادای تا میگیری، میگن جان تا میگیری، میگن تو را رشوتخور معرفی میکنی. اما اگه من خودم جان خودم بیرون کسی من چیزی کردن نمیتونه. من رشوتخور نیستم. بیادر لطفاً اون طرف خط خود شوید. لطفاً سر سلام نکنید. اشرف بیادر نکلالا قربان چون. شاید نمیزه به اشرف بیادر. و نظر تو خیر خواد کرد؟ والا چی بگیم شاید خیر کنم. خدا میداره چی درد و گرفتاری داره. معلوم است که چه گرفتاری داره. رشوت خورده. تو چی گفت رئیسی احمق؟ این مردک دیوانه. اشرف بیادر آرام باش خیر است. همشیرا برادرها برین از اینجا لطفاً.
اجازه بده. اجازه بده. لطفاً درست شوید. لطفاً آرام باشید. نزدیک نشو. اشرف تمیز. نامت بار سوانت هم تمیز است. حتی یک عالم تقدیرنامه هم گرفتی. در مسابقاتی که بین پلیسا را اندازه شده بسیار جایزه به دست آوردی. برو از اینجا. ما را از سایت صحبت کردم. گفتن از جمله کارمندای خیلی موفق ماست و تو افتخار میکردن. برات گفتم برو از اینجا. حتما خانواده تو تو افتخار میکنن. یا بهتر است بگویم تا امروز و تو افتخار میکنن. از این بابادش بسیار مشکل است. منظورت از این گپا چی است؟ اگه امروز بمیری میمورم یا نمیمورم با تو چی؟ ما هم همین رو میگم. با ما چی؟ اما فامیلت از این حادثه سخت متاثر و آشفته میشن. 2 فرزند مثل دسته گل داری. بعد از این سرشان پیش دوست و دشمن خم خواد بود. این چی گپ است که میزنی؟ همونطور است. مرگ امر خداوند است. کسی با این مخالفت کردن نمیتونه. اما آیا به نظرت فرزندای تو نمیخواستن که پدرشان مثل یک پلیس شایسته با عنوان شهیدی دارفانی رو ودا بگوین؟ بله، حال خود فرزند یک انسان ضعیفی که خودکشی کرده احساس میکنن. نه خیر، اینطور فکر نمیکنن. بچه ما هوشیار هستند. مرا درک میکنن. مطمئن هستی؟ البته که مطمئن هستم. اونا اولادایم هستند. پدرت چطور؟ این ادعا صحت داره. آیا واقعا شما رشوت خوردین؟ نه خیر، دروغ. بیا درا. لطفا بیا از اشرف آقا به اندازه کافی عصبی است. در اینجا نوشته که پدر تکلیف قلبی داره. اگه حال در تلویزیون تو را ببینه در این حالت پدرم یه چیز نمیشه. او یک آدم قوی است. پس تو چرا نمیخوای مثل پدرت قوی باشی؟ تو رشی غرض. با تو چی؟ تو در کار ما دخالت نکن. تو چی میفهمی که من از چی حال روز قرار دارم؟ من کی خواستم کارم با این سرحد بکشم. پس چرا اینطور شد؟ شد دیگه از حسن نیت من، چون من احمق هستم. با خاطر که هوشیار شوی چی نظر داری؟ نمیشه دیگه، یه چیز پس جور نمیشه دیگه. واقعا راه رسیده. شاید از نظر تو همونطور باشه، اما با مرگ تو دنیا با آخر نمیرسه. زندگی ادامه پیدا میکنه. شاید خانواده یک مقدار اشک بریزن و بس خلاص. پس چرا اجازه نمیدی که خودم بکشم؟ تو فکر میکنی ما میخوایم تو رو نجات بدم؟ اگه میموری بمان. ما با فکر خانواده‌ت هستم. اونا را یه چیز نمیشه. اونا انسانای عاقل هستن. پس تو واقعا مطمئن هستی؟ بله مطمئن هستم. اگه برات میگفتن که روز خودکشی خود کردی باورت میشد؟ نزدیک برادرها، لطفاً درست شوید. او گپ جداست. تو میخوای ذهن مرا مغشوش بسازی. اولادای ما بچهای عاقل هستن. پدرم هم همچنان. اونا را یه چیز نمیشه. بیبی اشرف، از این طرز دیدت خودت هم خجالت خود کشیدی. شکر بچیم، تو به پدرت رفتی. بعد از این کلان این خانه تو هستی. استوار باش بچیم. درست است جان خاله؟ بازم تسلیت میگم برای تو. سیمی مادر، در جنازه پدرم چرا کسی نبود؟ بود بچم، همسایه خوب بودن. اما بسیار کم بود. چرا مادر؟ حتما پدرم کسی دوست نداشته.
دوست داشتن خود دوست داشتن، اما ای که خودکشی کرد. چی شده دیگه؟ خودکشی کرد دیگه. پدرم کار خودم میفهمید. مامامو تو فکر میکردم اما نمیفهمیدم. بابا پدرم به دوزخ خود رفت. بچیم بابیت خسته نساز. بابا جواب بده. ایره دیگه خداوند خودش میفهمه. شما خو همیشه میگفتن که خداوند خودکشی را حرام دانسته. ما دیگه میرم دخترم. کاش اینجا میبودین کاکا. دلم طاقت کردن نمیتونم. ما باید برم. مادر، ما به رفیقای خود چی خواد گفتم؟ من دیگه برای کسی سعی کردن نمیتونم. چرا تو میگی بچیم؟ پدرم چرا این کارا کردن مادر؟ اونا یک پلیس بودن. پلیس چی ربط داره عثمان؟ عثمان بچم هنوز تیار نشدی؟ ما مکتب نمیرم مادر. چرا این گپا میزنی بچم؟ بیا زو 3 روز است که نرفتی. بازم نمیرم دیگه، هیچ نمیرم مکتب. بچم این کار درست نیست. با این وضعیت باید عادت کنم. نمیشه، نمیخوایم. هر کس بد سعی میکنه طرفم. نمیرم مکتب، نمیرم دیگه. بفرمایید. روز بخیر. شما مادر عثمان هستین؟ عثمان تمیز. بله. نامم از سال دمیر. در مکتب مربی نو بسکتبال عثمانشان هستم. هم از بسکتبالو تعریف میکنن، میگن 3 روز است که به مکتب نامده. ما پشت تو آمدیم. آقا صالح، ما چند روز پیش پدر اولادار از دست دادم. شنیدم. زندگی سرتان باشه. عثمان از اون روز به بعد هیچ از اتاق خود بیرون نبرآمده. شاید بخوای همراهی ما گپ بزنه. چون رقابت‌های اعضای تیم شروع میشه، میخوایم حتما اون رو ببینم. من میرم برای احوال میتم. شما دیگه زحمت نکشین خانم. آقا صالح، شما مثل فرشته نجاتش شده. کلگی جمع شوین. بچه حالا با شما یک چند حرکت کار میکنم. میخوایم استعداد و توانایی هر کس ببینم. حالا 2 نفری استاد شوین. من تو را نمیخوایم. بیا کریم، بیا تو بده مستی. حتما کامیاب پیشید. کلگی آماده هستن؟ بله استاد. عثمان کجاست؟ پیش پدر پلیسش میره استاد. عثمان کجا میری؟ برای هیچ کس بده خود نمیگیره استاد. خیر است، بیا ما او تو بعده. درست است، بریم. شروع میکنیم بچه ها. ما گفته بودم این بچه خودم است. بچه شروع میکنیم. فشروی تا سعی کن. اگه سعی نکنم چی میشه؟ به پدر پلیست میگی؟ اگه زنده می بود میگفت. حالا دیگه نمیتونه بگویم. درست که بزنه احمقا. لطفا مرا دزگیر نکنین. مامور صاحب پلیس. نه ترس، یک پلیس واقعی نیست. اگه طور می بود مجرما را میکشت، اما این خودم میکشه. ایره سعی کن تو چی میکنی لولو؟
چی میکنی لودا؟ احمق خر دیوانه لودا حالا تو جورت میکنم فهمیدی تو لودا احمق دیوانه را حالا ببین چی جورت میکنم بزنش دگام بزنش لودا را قدما زور میزنه بزنش لودا دیوانه چی میکنین؟ صبر کنین پس شوین. شما چی میکنین؟ نمیخوای موده بین ما باشه. اما شارشی شده. پدرزی دروغگوی برا من. اگه حقا تعریف پدر خدا میکرد که ما اون قهرمان فکر میکردیم اما نبوده. کسی که از ترس مافی خدا بکشه قهرمان گفته میشه. گم شو برو. پدر من یک پلیس واقعی بود فهمیدی؟ یک پلیس واقعی نمیمانم تا فهمیده؟ عثمان بس است دیگه. ناق شلکی میکنم. حالا واسه فیصل برید. شما بازیتان نکنین. بیا که زخمای تا پاک کنم. بفرمایین 8 لیره. اشرف هم یک کمی قرضدارتان بود او را میتونم. نه لازم نیست. چرا؟ من پیسه آقا اشرف نمیخوایم. نکنه دهش رشوت میشود گد باشه. از طرف من خیرات فکرش کنین. خداحافظ. خداحافظ. عثمان تو رو چی شده بچه؟ درباره پدرم بد و بیرا گفتن مادر. به پدرم توهین کردن. ترسو گفتن. یکیشان نمیمانم مادر. اشرف تو چرا تو کردی؟ پدر تشویش نکنید. من به کسی اجازه نمیتم که درباره شما حرفای نادرست بگویم. شما نگران نباشید. خب بچه حال نام کسایی که در تیم انتخاب شدن هم میخونم. تمیم، خلیل، شکیب، مصطفی، محمد، مسعود، علی، کریم و عثمان. از دیگه بچه تشکری میکنم. میتونن برن. انشالله در آینده با هم تمرین خواد کردیم. بله شما بسیار زحمت کشیدین و در تیم انتخاب شدین. میتونین بگین که چه احساسی دارین؟ من احساس بسیار بد دارم استاد. مام همچنان. من نمیخوای مدت تیم ما باشه. مام بیاز پدرم اجازه نمیده. بچه شما یک تیم تشکیل میتین. باید متحد و یک پارچه با هم کار کنین. به نظر من هر کس مثل مواری فکر میکنه، اما از ترسشون گفتن نمیتونن. اگر گیری کنیم قضیه روشن میشه. بسیار خوب. دیگه کیا با علی و کریم هم نظر هستن؟ برو که پدر پلیس تو را نجات بده.
بفرمایید. روزتان بخیر سیمین خانم. ما از قماندانی امنی آمدیم. تفنگچی دیگه آقا اشرفه که در قماندانی ثبت است باید تسلیم شوین. در یک وقت مناسب رو به قماندانی ببرین. من امروز خودم برده تسلیمش میکنم. بفرمایین. خداحافظتان. بچه اومد. تو هنوزم نرفتی؟ هنوزم در اینجاستی؟ من فکر میکردم که رفتی و پدرت میاری. کجا شدی؟ کسایی که به شما توهین میکنن جزایشان هم میبینن پدر. قرار بود که امروز نتایج اعلان شوه. از همون خاطر آمده بودم. عثمان در تیم انتخاب شد. با رفیقاش یکم مشکل داره اما تشویش نکنین. انشالله که با هم حلش خواد کردیم. عثمان اون چیست؟ عثمان کریم بیا اینجا. بچین تو چی میکنی؟ شما چپ باشن معلم صاحب. اینا دیدی؟ پلیس آمد. پلیس. عثمان تو چی میکنی؟ او خطرناک است. عثمان صبر کن بچیم. تو چی میکنی؟ عثمان تو اشتباه میکنی. اینا پلیس آمد. عثمان نکو. عثمان علاج کن. بچیم اعلام کنید مادر. چرا این کارا میکنی؟ آرام باش مادر بچیم. گفتم اعلام کنید مادر. نکو بچیم چرا این کارا میکنی؟ بس است دیگه مادر چیزی نگوین. به خاطر که پدرم خودکشی کرد هر کسی را رشقت میکنم مادر. سلانشان میده مثل پدر خود وارست. بچیم آرام باش. اعلام کنید مادر. بچیم من براتون گفته بودم هیچ کار کرده نمیتونم. مثل پدرش وار زورش نمیرسه. نکو عثمان. بس است دیگه چیزی نگوین. چی شد؟ چرا او چیغ میزنه؟ شاباش اگه دفعه ما رو بشنوه این دفعه ما رو میزنه. چی شد؟ بسیار بد شد. عثمان قاتل شد. تو خب میگفتی چیزی نمیشه. قاتل؟ شما قاتل هستین؟ آقا اشرف شما کسی را کشتین؟ مسئله ناموسی خود نبود. برادران لطفاً ما به خیال مقلت خود از دست میتم. من خواب دیدیم. او خواب بود. دلت برش خواب میگی. دل سفر با آینده با یا با اوقوپای بستن مشاهداتت اما تحقق یافتنش امکان داره. نه خیر اینو نمیتونه واقعیت داشته باشه. چرا؟ من نظرت باور کردنی نبود؟ چرا؟ مشکل هم اینجاست. بسیار باور کردنی بود. یعنی احتمال داشت کموتا شوه. اما نه نمیشه. نمیتونه چنین چیزی شوه. اولش شکر به گپ اجازه نمیته. شکر خوب بچه است. لالای عثمان است. او هوشیار است. مثل پدرش وارست. بله در بین اعضای فامیل فقط او طرف ما رفته. این وضعیت در ذات خود آغاز یک فرجام بد برش نباشه. چطور یعنی؟ شکر بچیم تو به پدرت رفتی. بعد از این کلان این خانه تو هستی. استوار باش بچیم. درست است جان خاله؟ بازم تسلیت میگم براتون. مادر در جنازه پدرم چرا کسی نبود؟
بود بچه، همسایه خوب بودن. اما بسیار کم بود. چرا مادر؟ حتما پدرم کسی دوست نداشته. دوست داشتن خود دوست داشتن، اما ای که خودکشی کرد. چی شده دیگه؟ خودکشی کرد دیگه. پدرم کار خودم میفهمید. آفرین قند پدر. با پدرم رفتیم. رفتیم. بله شباهت دارم. مادر چی شده بچه؟ مادر عمو کورتی را که پدرم بسیار دوست داشتن کجاست؟ حالا او کورتی را چی میکنی بچه؟ بگوی نه کجاست؟ ده بالا در الماریست. بچه ایتو نکو بچه، ما را جگرخون نساز. نپوش کالای پدرته. من میخواستم اونا رو به فقیرها و گدایگرها بتم. چطور معلوم میشه مادر؟ با پدرم شباهت پیدا کردیم. شکر چطور هستی؟ خوب هستم کاکا عالم. با پدرت بسیار شباهت پیدا کردی. دلم زیاد براتون میسوزه. پدرت نباید این کارو میکرد. خودش هم عیب شد و شما هم بسیار عیب شد. خداوند هیچ انسان از راه نکرد. بس کو. درباره پدرم تبصره نکن. او بچهش سوالا بسیار سخت است. شکر این کورتی در جانت یک ذره کنانه است. کورتی پدرت پوشیدی؟ میبخشی دیگه، یادم رفته بود که پدرت خودکشی کرده. من ایش فراموش نمیکنم و فراموشم نخواد کردم. تو راستی که بچه مستی، شیر بچه پدر. شکر بسیار عجیب رفتار میکنی. عجیب؟ چطور یعنی از وقتی که پدرت فوت کرده چه قسمی بگویم؟ بسیار عصبی شدی. توقع داری من شاد خوشحال باشم سنم؟ منظور می نبود، اما تو خود در باره کدام گناهی نداری. پدرم چی؟ بگو نسنم پدرم چی کرده؟ پدرت شما را تنها ماند و رفت، خودکشی کرد. مسئولیت خانواده را نمیتونی به دوش بگیری، نمیتونی. تو نمیتونی در مورد توانایی من قضاوت کنی. من خودم تصمیم میگیرم. اگه پدرم نیست من خواستم او هرچی که بود ما مثل مو هستم. شکر من آرام برسانم. کاکا شما خوب هستین؟ شکر باشیم خوب هستم. خوشا به حالتون که دیال خود خانه هستین. خانوک نمیخورین؟ بگیرین میده. زنده باشی، خداوند خیرت بده. چی خوب کورتی است، خوب گرم نگاهیم میکنن. کورتی پدرم است. پدرت خار نشه، بگی من این رقم گذارم میکنم. نه پدرم فوت کرده. خداوند رحمتش کنه، جایش جنت باشه که مثل تو ولی یک بچه با احساس تربیت کرده. خوشا به حالش.
پس مسئولیت های تو هم زیاد شده. اما تو رسکا کجا؟ ما هم زیاد کوشش تلاش میکنم که مثل پدر خود باشم. مهمی است که خودت باشی و مثل خودت رفتار کنی. خداوند انسانها را متفاوت خلق کرده. هر کس فرق داره. تو مسیر زندگیت خودت تعیین میکنی. اشتباهات پدر خودت تکرار نمیکنی. چیزهای خوبی را که پدرت آموخته بود تو باید بیشترش بیاموزی. بچیم پدرم رفت. یک مادر یک بیادرک خورد دارم. من باید جای پدر خدا پر کنم. باید مثل پدرم باشم. بچیم پدرت چطور از دست دادی؟ پدرم اونا خودکشی کردن. صبحان بچه تو امروز تمرین نداری؟ نمیرم مادر. چرا بچم چی گپ شده؟ کسی برای چیزی گفته جان مادر؟ چرا؟ صبحان بخی برو پیش لالایت. مادر شما باشین من باز میکنم. خانه اشرف هم اینجاست. خانه و پلیس ترسو. تو کی هستی که درباره پدر مقسم گپ میزنی ها؟ شکر نکو. لالا آرام باشه بچه. اعصاب رفیق من خراب نساز. فهمیدی؟ چی میخواین از ما؟ صبحان اینا از پدرشان که با غیرت هستن. از ما چی میخواین؟ پیسه خدا. قسمه که میفهمین قرضدار اگه بمرام از قرض خلاص نمیشه. حالا باید قرضش شما بتین. یک هفته وقت دارین. حالا دیگه دلتان خانه رو مفرشین یا از کدام جای دیگه پیدا میکنین. خودتان میفهمین. اگه دادن نتونسته؟ شیروار اولادا داری. عمرشان دراز باشه. تو خود دلت نمیخوای بعد از شوهرتون رو چیزی شوه نه؟ برای از خانه ما گم شوین از اینجا. گم شوین. آرام باش چوچگک میریم. یک هفته براتون مهلت میتم. پیسه رو تیار کنین. مبلغ اینجا نوشته است. اگه نه مثل پدرت یا خودکشی میکنی و یا ای که ما. بچه نان نمیخوری؟ دلم نمیشه. بچه جگرخونی نکو. حتما یک راه چاره پیدا میشه. کوشش میکنیم خانه رو بفروشیم. در ظرف یک هفته خانه رو چطور خواهد فروخته؟ یک پیسه رو کی در یک هفته داده میتونه؟ خداوند مهربان است بچه. از خداوند ناامید نشو. اما پدرم ناامید شدن. کار میکنیم بچه. اگه کلش دادن نتونستیم یا قسمتش خو میتیم. شاید یک مدتی چوب شون. مادر قبول نمیکنن. درست است. شما فکرشو نکنین. من یک راهی برش پیدا میکنم. حلش میکنم. نه شما و نه صبحانه جگرخونی نکنید. حالا دیگه رئیس خانه من هستم. این قضیه رو باید مل کنم. پدرم نیستم و من خواستم. پدرم هر کس که بود ما همو هستم. بچم شکر جان خوش کنی برای غلط نری. کدام کار اشتباهی نکنی. مرا تنها بانین مادر. میخوایم فکر کنم. من گفتم که یک راهی برش پیدا میکنم. حالا برین. درست است.
باشم توستی باشم. ببخشید مزاحمتان شدم. شب بخیر. یک دقیقه صبر کو. در این وقت شب یا مثل موارد درمانده ها تا و بالا میرن یا اونایی که نیت خوب ندارن یا که مشکل داشته باشن. کدام مشکل داری؟ اگه کاری از دست من ساخته باشه چیزی گپ نیست کاکا. زنده باشین. بچم چی شده؟ مرا آرام بارن. بیبی بچم شاید پدرت مرتکب اشتباهی شده باشه اما تو مجبور نیستی این اشتباه را تکرار کنی. نکو بچم. پدرم اشتباهی نکرده. پدرم از خاطر ما جان خود داده. پس نمی‌کنی کاکا. کاکا بخیزین کاکا. کاکا بخیزین. کاکا او خدای ما چی کردم؟ کاکا بخیزین. بفرما بیادر. نوش جان. بیننده های عزیز، در رابطه با قضیه سرقت یک دکان واقع در محله سرای معلومات جدید به دفتر مرکزی خبر رسید. در محل حادثه پلیس شناسنامه دریافت نموده. در ارتباط با قضیه پلیس در جستجوی شکور تمیز که پسر اشرف تمیز افسر پلیسی که چند پیش خودکشی کرده بود می باشد. بچم نکو. تو هنوز بسیار جوان هستی. خودکشی نکو. نکو بچه. دیگه هیچ راهی برام نمونده. به شما میاییم پدر. یک دقیقه صبر کن. بچه. امکان نداره. این غیر قابل باور است. شکر بچه نبود که تو یک کارو بکنه. اما حال خوکت خودتان دیدی. میبینی؟ اونه گریه میکنه. گناهش نیست. سر اعصابش فشار آمده. خب اما چرا؟ چون تا ما این کار انجام دادی. این بچه تا طرف خودت رفته. اما ما در زندگی دزدی نکردیم. ولی در برابر کوچکترین فشار تصمیم خودکشی را گرفتی. خب اما پدرم خاطر یک کار نکرده بود. خوشا به حالش. راستش پدرم شاید همین لحظه شاهد کارایت باشه. نه متاسفانه بله. شاید حالا بتونه طاقت کنه اما وقت ما شرف فشار دادی. وقت چی میشه؟ دوست داشتن خود دوست داشتن اما ای که خودکشی کرد. چی شده دیگه؟ خودکشی کرد دیگه. پدرم کار خودم میفهمید.
مامامو تو فکر میکردم اما نمیفهمیدم. بابا پدرم به دوزخ خود رفت. بچیم بابیت خسته نساز. بابا جواب بده. ایره دیگه خداوند خودش میفهمه. شما خو همیشه میگفتن که خداوند خودکشی را حرام دانسته. ما دیگه میرم دخترم. کاش اینجا میبودین کاکا. دلم طاقت کردن نمیتونم. ما باید برم. پدر یکم حوصله داشته باشین. پدرم بسیار پریشان شده. کدام پدر است که بعد از به خاک سپردن اولادش پریشان نشه؟ وام اولادی که خودش به زندگی خود خاتمه داده باشه. او یک پلیس بود. پلیس زندگی سرتان باشه کاکا محمد. سلامت باشه. چرا این کار کردن؟ نفهمیدین به خاطر چی؟ کاش که میفهمیدم دخترم. کاش که علتش پیدا میکنم. فکر کنم به خاطر رشوت خوری برش دوسیه جور کردن. او هم از شرمش. کاکا محمد شنیدیم بسیار جگرخون شده. زندگی سرتان باشه. زنده باشی نعیم. راست از کاکا محمد چیزایی که اینجا نوشته است واقعیت داره؟ چی نوشته است بچیم؟ کل اینا دروغ است. کل اینا دروغ است. بچه من اشرف من هرگز این کارا رو نکردم. کجا میره؟ پیش تو میاید. چطور یعنی؟ چرا این کار کردی بچه؟ چرا این کار کردی؟ درباره ما اصلا فکر نکردی. چطور این کار تونستی؟ زندگی سرت باشه دخترم. شما چی اشرف میشین؟ من پدرش میشم. میبخشین کاکا. شوهر مام پلیس بود، اما او در جریان وظیفه مردانه‌وار شهید شد. شوهر ما کسایی را زد که بچه‌ای تو از اونا ترسید و گریخت، در مقابلشان استاد نشد و از ترس به زندگی خود خاتمه داد. کاکا محمد حالتان خوب است؟ قرار بود امروز برای معاینه بیاین. وقت آمدید به می خاطر پیشتان آمدم. بان منو دکتر سب که بمونم. دیگه طاقت کنه نمیتونم. فعلا این دوا رو بخورین.
شما رو با موقعی پیدا کردم. بیاین که شفاخانه بریم. من دکتر صاحب دیگه طاقت نمیتونم، میخوایم بمون. کاکا محمد، هر کس عمر معینه داره. مرگ در دست خداوند است، در دست ما نیست. اگه نخواهی هیچ کار از دست ما ساخته نیست. پدر ما رو ببخشین پدر. بچیم اشرف جان. کاکا محمد تحمل کنین. پدر کاکا محمد تحمل کنین. کاکا محمد خدایا، آیا امکان داره؟ آیا همه چیز میتونه داد و خراب شوه؟ چرا نشه؟ آیا بدی با ترک کردن نیکی به میان نمیه؟ این دیگه چی گپ است؟ یک عالم چیز دست به دست هم میتن، یا به خاطر تخریب و یا به خاطر پیشگیری از حادثه. تنها یک چیز ترک میگی و اتفاقات احتمالی پیش نمیه. من هر چی میکنم به خود میکنم، به کس دیگه خود ضرر نمیرسونم. چیزایی را که خودت میفهمی چقدرش از تو است. این زندگی را که به تو داده، این دست و پاره و این چشم و گوشه، چی داده که اینا رو در عوضش گرفتی؟ خب کارش خداوند داده. پس در این صورت با کدام حق زندگی را که از تو نیست از بین میبری؟ شاید از این تو جنایت باشه، اما از نظر من فرق میکنه. کلش به خاطر نجات فامیلم بود. دیدی که کار چی حال روز سر فامیلت آورد؟ کل اونه یک رویا بود، یک خیال بود. بطور یک چیز امکان نداره. خانواده ما با شهامت هستن. پس تو هم از شهامت کار بگی؟ نمیتونم. به خاطر حیثیت اونو باید خودکشی کنم. به خداوند ایمان داری یا نه؟ بله. ایران خو میفهمی که خودکشی حرام است. بله، اما ما کارهای خوب انجام دادیم. دست بیچاره و درماندار را گرفتیم. شاید آخرت دست طرف ما هم دراز شود. اطمینان داشتن از عاقبت یک فریب بزرگ است. اگر میخوایی با چشم خودت ببین. اوه خدایا، اینجا دیگه کجاست؟ انعکاس اخروی بدی هایی که در دنیا انجام میدی. بعض آتشان چرا خاموش میشن؟ نیکی و ثواب بعض آتش ها را در اینجا خاموش میسازن. ایره چه خاموش ساخت؟ نیکی کسی که با دادن آب سگ تشنه از مرگ حتمی نجات داد. حالش چطور؟ احترام در برابر مادر با دعای خیر و آتش خاموش ساخت. پس حاله؟ به خاطر وزش نسیم شهادت. پس حاله؟ چند قطره آب دیده ای که به خاطر رضای خدا ریخته شده. ما هم نیکی های کردیم همونطور نیست؟ از توی آتش خاموش نمیتونم. چرا؟ چون کسایی که خودکشی کردن این امتیاز ندارن. اگرچه نیکیات شدت آتش کم میکنن، اما برای خاموشیش کفایت نمیکنه. میخوای؟ نه نه یه حقیقت نداره. بسیار ترسیدم. خدایا، خداوندا، تو ما را ببخش. با خیال منصرف شد. چون جان شیرین است. نه با فکر ما با اشتباه خود پای بردن. انسان بعد هم معلوم نمیشه. حالا دیگه منصرف شدی نی؟ اشرف حیات! اشرف قبل از شلیک کم فکر کو. گپ گوش کو. من گپ تو رو گوش کلام، تو هم گپ رو گوش کو. اشرف، اینجا آمدیم که ازت معذرت بخوایم. تو را دچار مشکل ساختم، میفهمم، اما این حالت که دیدم. خب چی میخوای بکنی؟ چطور خرجت میتی؟ خانه خودم مفروشم اشرف. تو در فکری گپا نباش، خاطرت جمع باشه.
پدر بچه خانواده ما آمدن. اشرف پدر من اول به خدا باز به خانواده خود اعتماد میکنم. همه با هم مشکلات حل میکنیم انشاءالله. در ضمن خداوند شما رو خیر بده. مثل فرشته نجات به کمک ما آمدی. اشرف اجازه بده بچه گلم جان پدر بچه جان پدر چقدر خوب شد والا. حقیقت دید و قلبش نرم شد. خوشا به حالش. هستن عده‌ای که حقیقت میبینن اما نفس برایشان غالب میشه. میبینن اما در برابر کبر خود مغلوب میشن و انکار میکنن. به هر صورت خوشا به حال اونایی که در برابر حقیقت سر تسلیم فرود میارن. بچه گلم